درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 8 مارس در خدمت شما. در تاجیکستان امروز روزی مادر را تجلیل کردند، ولی بحران اقتصادی شکوه این جشن را کمتر کرده است که در کوچه‌های پایتخت شهر دوشنبه مردم زیاده دیده نمیشد. عین زمان هدیه به خصوص گل خریدن برای مادر و همسر یا خواهر همچنان یک رکن معمولی روز 8 مارس در تاجیکستان باقی مانده است. در آستانه این جشن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام عیدانه از مادران تاجیک خواست نگذارند که فرزندانشان به گروه و سازمان‌های افراطی و تروریستی بپیوندند و به قول و بدکردار و بدبخت شوند. در تاجیکستان روز 8 مارس از زمان شوروی به حیث روز بین المللی زنان تجلیل میشد. حالا این روز را به عنوان روز مادر جشن میگیرند. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند راننده ماشین را دستگیر کردند که با پخش کردن 3 نورس یکی را کشت و 2 نفر دیگر را مجروح کرد. وزارت امور داخلی روز 8 مارس خبر داد که حسین قربانوف ساکن 25 ساله شهر دوشنبه روز 7 مارس قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده است و کریمه قربانوف، شیرین قیوموف و سفینه نوروزوف را زیر چرخ ماشینش مانده است. کریمه 12 ساله در بیمارستان فوتید و 2 همسنفش زخمی شدند و در شفاخانه معالجه می‌گیرند. حادثه در نزد مکتب رقم 14 در شهر دوشنبه رخ داد که هر 3 محصل آنجا تحصیل می‌کردند. این فاجعه دیگر باره بحث درباره بی‌پروایی و رانندگان تاجیک هنگام حرکت در راه را برانگیخت. پدر یکی از زندانیان جنجالی تاجیک میگوید مدت 2 سال اخیر تنها یک بار با پسرش ملاقات کرده است و حالا نمیداند فرزندش چه حال دارد. بهرالدین تاشف، پدر صدرالدین تاشف، روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت بعد جنجال صحنه‌سازی شکنجه زندانیان در چند سال پیش فقط ماه اوگوست سال 2014 پسرش را در زندان دید. صدرالدین تاشف که با گناه تروریسم به سالهای طولانی زندان محکوم شده است، سال 2014 با یک نفر دیگر در ویدیوی در داخل زندان بدنهای خود را نشان داده می گفتند که داغ‌های سرخ و کبود آثار لط و کوب و بدرفتاری پاسبانان زندان با آنهاست. ولی صدرالدین تاشف بعدا در یک مصاحبه در حضور مقامات امنیتی گفت که ویدیو ساخته شده بود و با هدف بدنام کردن ماموران زندان نشر شده است، هرچند حامیان حقوق به این گفته صدرالدین تاشف باور ندارند. قرار است فردا گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان ارزیابی‌های مقدماتی از وضع آزادی سخن و بیان در تاجیکستان را اعلام کند. دیوید کای، دیپلمات آمریکایی، تقریباً یک هفته است که در دوشنبه است و با خبرنگاران، نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق و مقامات رسمی درباره آزادی سخن در تاجیکستان گفتگو می‌کند. دیوید کای روز 9 مارس درباره نتیجه این سفرش در یک نشست خبری صحبت خواهد داشت. سفر دیوید کای در حال صورت می‌گیرد که حامیان حقوق می‌گویند ژورنالیستان تاجیک از ترس تعقیب مقامات از انعکاس مشکلات جامعه و کمبودی‌های حکومت خودداری می‌کنند. گزارشگر سازمان ملل بعد بازگشتش از تاجیکستان به شورای حقوق انسان همین سازمان گزارش می‌دهد که تا کجا در تاجیکستان آزادی بیان رعایت می‌شود. اولین رستوران مکدونالدز در آسیای مرکزی در شهر آستانه پایتخت قزاقستان مشتریان زیاد پیدا کرد. این شرکت بزرگ آمریکایی سالهای طولانی با قزاقستان درباره افتتاح رستوران خود گفتگو داشت. باز کردن رستوران مکدونالدز در نهایت به غیرت بورامبویف، صاحبکار قزاق میسر شد که دخترش با نبیره نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان ازدواج کرده است. بورامبویف برای باز کردن نخستین رستوران مکدونالدز $3.5 میلیون خرج کرده است و میگوید 15 رستوران دیگر در قزاقستان باز میکند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.